یعنی که همین هم چی بوده است؟ مکروهی تحریمی بوده است. یعنی که هر کسی که در درون نماز این ایادش نبروره تلفنش ویبراسیون مونه غرس کنه نمازش مکروه تحریمی است. باید همون کوشش کنه که همون را هم خلم نمونه که خاموش نتیه. دویم یک مراتبه کشتن اجازه دادیم فتوای امروزه عالم اسلام مصر که اگر در بدنتون تلفن زد زنگ یک بار کشتن حق داره، دویم بارش نمازتون فاسد میشه. من میتونه که دستانم تا دراز کنی بروره کششه یا میتونه که همون تا جقشه مرا میکنم کنه حق داره. همینه یک مراتبه ده. دویم بار نماز فاسد میشه. سیمش تلفن رو احتیاط کن برادر در وقت نماز دیگرتون غم نتی آزار نتی حرمت کردن در کار وقت صحبتون میره و انسان با تلفن صحبت میکنه قسم به خدا چندین تا شده میجا ما آواز اویله و زناشونو فهمیدیم خیلی کم زدیسیم و هم خنیش میترسیم اویلاتون شما جوان مردی آخه چی نشان میده جاتون که ما در فلان رشتگیم خیلی کشه پرتوی نترسه این همینجا ما صحبت داریم و از اونجا اویلش گرم دکم زیز آواز نکمه دست خیلی کمتر مردک باشه شما برادر رو خیلی نکنین بسیاری بعد اچاد نتین اویلاتون دا این در یگون جا آمدگی نظر فقی ما مردک ما خیلی نخواه همین خیلی باشه بعد ده ها باشه فهمیدستم اگه مجبور میشون میگم وقتی امری معروف و دعوت های و پرگه کشه یا نویسه که ما در مسجدیم تمام اسلام میگه در زندگی باوری نباشه در زندگی محبت نباشه در زندگی حرمت نباشه او زندگی را برهم ته این قرآنی ماه همین باور نداره در یک دیگری محبت نداره در یک دیگری حرمت نداره در یک دیگری این آدمو جهنمی میشن زندگی نامه زید بن حارثه را قطعی مادرمون زینب بنت جحش خانه این بچه خان رسول اکرم بود اینش دختری عمه پیغمبر خدا یا دیگرش حرمت نکردن انم خیلی بود باوری نکردن به درجه رسیدی پیغمبر گفت زید دوزختی میشی بچه‌م سختشه بچه خونش بود سر داد زینب مادرمون ایدهشون برآمدن و زینب خشون گرفتن جناب پیغمبر یعنی برای چی گرفتن در اسلام بچه خواندگی هم نیست بچه خون و اتخون نگوی نکاح درست است یعنی معنی گپ چیه زندگی ده حرمت نباشه زندگی ده باوری نباشه زندگی ده که احترام نباشه چون میکنم که زندگی رو خیر باید باوری کنن ما در کجاییم باوری کنن ما آدمای تازه‌ایم باوری که نکردن این زندگی را برهم ته بهتره برای این زندگی آدم غم میتیه و به حرمت میشه آدم و میشه مادرش حقارت میکنی پدرش حقارت میکنی و این مادری تر حقارت میکنه پدری حقارت میکنه به درجه میشه و که به طلاق اومده میرسه همین روز زیاده من 7 آدم مراجعت 3 طلاق کرده اینجا این همین ریشش نمینای انا که سر میتیه 3 طلاق میکنه به زنه گریه کردن میبیم جا میگرده که یا بالا کنی من فتوا یوی یا بالا کنی فتوا یوی من فتواش همین اگه شهمر میشه برادر گفت چه زن تا شو میتیوخی ای شوش که برامد بعد حلال میشود این همین راه داره 3 طلاق کردی شهمر میشه دیگه همین دیگه راه نداره 3 طلاق شوهرش میتی ای همو که برامد همو میگیریمش حلال میشود برای این برادر یکمش که همین کارا رو نکنی دویمش که همین خواهرای اسلامی هم ای همین سببا باید ایزون کشن آخی چی به این قدر صفی بیوزن زیاد شده این ریشش انمینه حرمت نیست باوری نیست حرمت و باوری نمون دیگر حرمت و باوری که نباشه احترام نباشه گفته است احترام و باوری محبت نباشه قرآن میگه جدا شوی و زندگی رو باید عاشق باشه به یک دیگری زندگی رو باید عاشقانه کنی زندگی رو باید ایری باوری کنی زندگی رو باید ایری حرمت کنی این مسئله فقهی برادرو این مسئله رو نگویم نمیشه واقعی یک مسئله فقهی رو آموختن برابر 100 رکعت نماز نفل رسول اکرم صلی الله علیه و سلم این مسئله رو شوخی نفهمی برادرو فرزنداتون ایو رو تعلیم ته فقه ما صف گرفتن شوخی نیست پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم با دستای مبارکشون زانوی آدمو رو پای آدمو رو میکشیدن راست میکردن پر میکردن حتی میستادن در محراب میگفتن فلانی راست بیست فلانی صف پر که میگفتن شما از کجا ما رو میبینی فرستاده خدا میگم خداوند من در 2 چشم دیگه دادگه در پشت سر من شما رو نمیبینی
معجزه رسول الله آمده است که پیغمبر در پشت سرشان چشم داشتند. یعنی من میبینم شما را راست که فلان اخته. برای همین صفا گرفتنش شوخی نکنه. این شوخی نیست، این هزل نیست. طریق صف همین، یکتاش همین. دوم برادران، مسئله پوشیدن لباس. لباسای تنگ پوشیدنش مکروه تحریمیه. هر کسی که لباس تنگ میپوشه این شوخی نیست. رانی پاش میتوه، دنبش میتوه، مایه هاش میتوه، سینه هاش میتوه، معلوم میشه و قفسای سینهش، همون نوکای مقصد قفسای سینه معلوم میشه و این مکروه تحریمیه. ایتگی مایکای تنک یا کرتای تنک کوشش کنه برادرو. لباس ها را کوشش کنه که عضو ما نتوه. لباس تنگ جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت دلالت میکنه از ایمان تنگ. کسی لباس های تنگ میپوشه و یه ایمانش تنگه. لباس مسلمان باید کشاد باشه. کوشش کنیم چی خیلی که دیدن مرد، دیدن زن حرامه در مسئله یعنی تنگ پوشیدن، دیدن زن ها مرد هم حرامه. شما گمان نکنه که فقط راحت مرد میکنه، اوان با چشم بد نگاه میکنه انسان ها. این دم گناهگار میشیم ما. لباس را کشاد پوشه، لباس را کشاد پوشه، لباسی دریدگی نپوشه، این حرامه. صاحب فقه ما درباره کتاب مقصد لباس پوشیدن لباس ها میبیاره، رد المحتار فتاوای شامی، لباس های دریدگی را منع میکنه. لباس های پارگین اجازت میده با اون شرطه کشور فقیر باشه. همین زمان ده فقیره برای لباس. اگر نوش نیفتی همین دویم درجه لباس های بهترینه، قیمت نه، بهترین لباس های دویم درجه میری همونجا میگیری یا او میشوشه میشه نمازی. هست یا نه؟ یگان بهونهش نیست. حتی پیغمبر ما در عصر 6 لباسشون سیمغ میکردن. خیمچیز که سیمغ چی میشوه؟ رنگ ها میکردن لباس، خشو که رنگاش فسان شوه میپوشیدن. این نو بر اومد. اینو پیغمبر ما در او عصر میکردن. لباس ما باید کشاد باشه، لباس های دریدگی نپوشه. خداوند فقیری میبره خاندانی اون مرد که لباسی دریدگی میپوشه. حدیثه خداوند بد میدیده بنده ایره که لباسی دریدگی میپوشه و میخواسته که الله جل و علا شانه اثر نعمتاش در بدن بنده هاش بینه. حدیث امام مسلم روایت میکنه بهترین لباس را پوشه، تازه کشاد، زیادتر لباسی سبز و سفید پوشه. اگر نمیشه همونجا پوشه. فقط سرخی بلند مکروه نزد فقه حنفی، برای که مربوط زنهای دقت جلب کننده. کوشش کنین لباس مسلمان سیاه، زرد، سبز، سفید و پیغمبر خدا سبز و سفید دوست می‌داشت و کفناتون سفید کنه. گفت من دوست می‌دارم سفید، لباس اهل بهشت کو سفیده، سبزه. انا این لباس تنگ پوشیدنش مکروه تحریمیه. این فقه ما در حالت نماز لباسای تنگ ما و شما دستامون کالته، کرته آستین کالته و مایکه آستین کالته قطعی خواندن نماز ضرورت نباشه مکروه. در یگان جا رسول اکرم صلی الله علیه و سلم آستینشان آستین پیغمبر در نبچلیکش میرسید. او حدیثایی که روایت میکنن حضرت جابر تنیلو چون و حدیثای احاده و یک راوی روایت کرده و حدیثای مشهور نیست. روایت مشهور تمام 4 خلیفه ما را آستینش در نبچلیکش میرسید. یگان ضرورت باشه یگان جا و میلش، غیر ضرورت مکروه. سریلوچ هم همچنین. پیغمبر ما در صحیح بخاری، صحیح مسلم 6 تا کتاب صحیح حدیث های صحیح ما ده بابی هست با نام باب امامه صله رسول اکرم. پیغمبر ما صله داشته، اقلا نمی توقیمونیم ولی ما نمیگیم صله مونی اکو. حتی که فقه ما حنفیا و استحسن للاموات الامامتو در این کتاب میبرگه و استحسن نیک شماریدن فقهای حنفی مرده ها در صله بستنه. همین صله را در مرده ها نیک شماریدن. مستحب بوده که شما صله بنده صله قدی گور کنی مرده ها تانا. اکه اوزی همین مرده های ما نبندن دیگه زنده صله نمی بنده. همین مرده را با صله گور نکنه این زنده و تلخف هم میترسنی. ای لباس رسول میترسیم. یکی میبینن میمونن اگون چی میشه گفتن و پیشتر مویی سفید یا صله خوشرو داشتن نوخی همون با صله بازار میرفتن
ба салла рафта савдо мекарданд, саллаҳошон буд. ҳамин қадар зебо буданд, ҳамин қадар хушрӯ буданд. чо мекунанд? ақаллан ҳамин намозомона ба салла хонем. дар ҳамаи саҳеҳ, дар тамоми китобҳои саҳеҳи ҳадисҳои мо боби ҳаст бо номи боби амома. боби чӣ? амома, салла. пайғамбари акрам гуфта ҳар касе як ракат намоза ба салла мехонад, баробарди 70 ракаати бесалла савоб дор назди худо. ҳамин намозҳоро мо барои чӣ мехонем? ин ҳамҷо салларо мондаги мо барои мурдаҳо бошаме. ақаллан ҳам муисафидо ҳамин намемонда вақти намоз. ай ҳамунҷо мо овардем, ҳаминҷо мондем 3-4 дона ки давуҷо ки ҳамино салла монанд. яъне ҳамин ин суннати расули акрам ай. барои ҳамин либоспӯширо мусулмон бояд аҳамияте бародаро. ҳама намуд либосо пӯшед, даридагиша напӯшед. ин замон бисёр дар замони бадавлатӣ ай. вай замони халифагиҳо нест бечора ӯ замон набуд. ҳама намуд либосо пӯшед, тангша напӯшед. ҳама намуди либоса пӯшед, даридагиша напӯшед. ҳама намуди либосша пӯшед, кӯшиш кунед остинкалташа напӯшед. агар намоз дуруст ҳам шавад, макрӯҳ кароҳият дорад, куртҳои остиндароз пӯшед. ин мусулмонда намезеба. мусулмон ай ҳамин чиро фарқ мекунад. либосҳои нависондагӣ ҳарчи напӯшед, ва расми аллоҳу расми муҳаммад навиштаги либосҳоро напӯшед. ба ин даромадани ҳоҷатхона мутлақ ҳаром аст. ба ин даромадани ҳамом мутлақ ҳарома. вай номи худои ухи чӣ хел номи худо қади дурини ҳамом медроӣ? ин масъаларо бародаро ҷиддӣ бинем. ин масъалаҳои муҳима. чорум масъала масъалаи телефон аст бародаро. ина масъала ин шӯхӣ накунем масъаларо. бисёр дар ҳолатҳои даъват, дар ҳолатҳои намоз ҳамин телефонҳо мардума ғам метиҳанд. тибқи фатовои имрӯза уламои азҳари миср ва уламои кувайт, уламои саудӣ, уламои покистон, уламои зоҳидон маҷмӯан фатво доданд. ҳатто ки телефона дар ҳолати вибрятсия дар намоз мондан дар бадан агар ғиррас кунад, ҳамия макрӯҳи таҳримӣ будад. зеро ин ки ин фарзанди мо дар гарав будай. расули акрам саллаллоҳу алайҳи васаллам гуфтанд, фарзандотон дар гараванд, дар заложниканд, ӯро озод кунед. ҳазрат, фарзандомоно чӣ хел озод кунед? гуфт ки як гӯспандай буза дасту поша шикане, пазе, ӯра бо мискину тамоми рафиқотон хӯре, фарзанди шумо аз гарав озод мешавад. ӯ чӣ гаравай ҳазрат? гуфт ҷине ҳаст бо номи Уммусибиён. як ҷине буда, шайтоне будай, номи ӯ Уммусибиён будай. гуфт дар ахлоқу дар илму дар тавфиқу дар имону дар одамгарӣ фарзандои шумо зарар мерасонанд. вақте шумо ҳамин ақиқаро мекунед, худо ҳамун ҷина зарарша ай фарзандои шумо дафт мекарда. мо ҳикматҳоиро намедонем, вали ақиқаро мешавад як санъат ай, чи як бузургӣ ай, ҳаққи падарӣ. дар инҷа номи фарзанд монда мешавад, мӯи сари ӯ тарошида мешавад, баъд аз ӯ тӯи хатнасури ӯ карда мешавад ба як гӯспанд. қуръон васф мекуне ки иброҳим малакути осмону замина дид. малакут чия? осмону замин чия? чӣ гуна дид ӯра? агар мега шумо лухтакбоза дида боше, як аз лухтака дар бозӣ медирора. ҳамун лухтакбоз ки дар дасташ ҳамун танобое дар бозӣ медирора, лухтан қади мо гап безану бозӣ мекуна, ҳаракат мекуна, мо лухтака тамошо мекунем, аммо лухтакбоза мо бисёр мо фикр намекунем киира дар бозӣ медирора. иброҳим омад мега ӯ и дунёро мисли лухтак дид, лухтакбоза коф. кия шаба мебиёра? и кия рӯза мебиёра? хи и кия шамола бедор мекуна? и кия мана хов мекуна? и кия ки мана як қатроб сохта? и кия? коф коф мега раф ба му худо расид. барои ҳамин пайрави иброҳим шавед. ина тамаддуни иброҳим. 10,000 сол пеш аз сарзамине мебиё ки як сӯзанак дар уҷа намерӯя. мана ҳоҷиҳо рафтагиам, як сӯзанак намерӯя. ҳамун сарзамина ободиша бине, ин ризқа бине, ин хӯрдана бине, ин обрӯ мартабаша бине. ҳатто ки инсонҳо муҳаббат мекунанд. кулли дунёро агар мо ҷамъ кунем, кулли дунёро агар мо обиёрем, қасам ба худо дар як сонияи Макка баробар намешавад. дар як сонияи Макка баробар намешавад. барои ҳамин парвардигор воқеан ҳазрати иброҳим буда пайравшон гардонаву умри иброҳимӣ теяшонаву аз анамун ақиқаву аз анамун бузургиҳо мо шуморо ба насиб. панчи тарафи модар мерафтай, илму ахлоқ якҷоя тарафи модар мерафтай. одам илм қади ахлоқ ай модар ба шир мегирад. ҳамон минтақаи тарбия ва одоб дора. модарош модарои бузурганд.
انا این جهت علما بها میتیم منطقه را. اون منطقه دز داره، اون منطقه که رهزن داره، به تربیت داره، بد اخلاق داره، بد زبان داره، به معنی داره، برادر نترس مادری بد داره و ای مادر همون چیز را یاد گرفته. برای همین همیشه در حق مادرای همین منطقه اسفرا و همون کوهستان دعا کردن در کارای فیض دامن همونا بود که شما به همین درجه رسیده. فیض آغوش همونا بود. ما خواهش میکنیم که من بعد دخترها و کلینا و میدحکای داره مثل همون مادرها تربیت کنیم، مثل همونا به وای رسانه، زیرا که میخوایم که همخالی فرزندا به دنیا بیارن، همخالی فرزندا به دنیا بیاین. قاری قرآن زیاد همون منطقه، علمای عظام در همون منطقه، حتی که نغز میدانه. قاری عبدالسمه یکی از بزرگترین قطبها در دهه 90 بود، ای همون منطقه شما بود. اکثریت علما همونجا رفتن تدریس گرفتن، تعلیم گرفتن. در منطقه ما بعد اندیجان در آسیای میانه دویم در مسئله قاری قرآن همون منطقه هم استاد. این دلالت از پاکی دامن مادرها میکنه. بازم مسئله زند تامین. من امروز مادر با یک دوسر و یک به دنیا آورده، ما میخواهیم که نسل اجدادی باری به اخلاق کلان شود، نسل اجدادی باریم پرچم بردار همون فرهنگ و دین و دیانت منطقهش باشه. همین اسلام، همین دین. هر یک منطقه را بها میتین، هر یک منطقه را چکار میتین؟ عزت میتین. خالد ابن ولید در جنگ یرموک مسلمان ها را صف میکشه، میگه اولین نفر شما هسته که به قلب دشمن هجوم میکنه. میگه صف یکم پاهاشان میلرزه، 2 قدم پیش میزنه و نظر میکنه، میگه شماها را آچه های ترسانچک شیر داده گرد. آچه که ترسانچک باشه آدم گردش میلرزه، آچه که زور باشه انمو جوان مرد و ابر مردایی که در تاریخ نامشون ناترس موندگی در اسلام و یا مادرای ناترس دارن و یا شیری مادراشون پاک بدگی، شیری مادراشون پهلوان بدگی. برای ما شکر میکنیم که انمی قم مادر خیلی شیری پاک پهلوانانه داشته که در این سرزمین ها ما میبیاییم با دین مونه پیش میبریم، در این سرزمین ها میبیاییم ما کلمه خدا را بلند میکنیم، از آیین خدا از دین من میگیم، از اون حکمت خدا گپ میزنیم. این حکمت خدا را با چشم بیرید چخل آباده، این انمی خل آباده حکمت خدا، دوام دهنده انامین حکمت خدا. امروز ما عقیقه را جشن گرفتیم. این همین ده عقیقه، این سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. عقیقه از آقا گرفته به معنای آق، نافرمانی. هر کسی پدر و مادر را نافرمانی کنه آق میشوه. هر پدری که در فرزندش عقیقه نکنه وی هم آقی فرزند میشوه. عقیقه همین کلمه میگن که بچهش آق کرده، یعنی که نافرمانیش کرده. حق پدر یک تاش همین بوده که در حق دخترکش و بچهش یک گوسفند، یک بوزه، هر چیز قربانی میشه و ذبح کنه، او را هم میشه طعام پزه، خیش و تبارا را دعوت کنه. بعضی روایتات میگه هوای پخته مسجد بره. حتی که در همین قوام الدین بخاری در فتواش میبیاره میگه حتی استخوانای همین عقیقه را کوشش کنه در کوچه و در پرتوگاه ها نپرتایه، زیرا استخوان عقیقه همش برکت ده، در جا گوروش کنه. در قرآن در یگان جاش نیامده که پیروی نوح و پیروی آدم و پیروی این فقط ایمان بیاره میگه و خلاص که پیغمبرا بودن. اما قرآن میگه پیروی ابراهیم باشه. اینا بینه پیروی ابراهیم باشه. چی با پیروی ابراهیم؟ آدم میگه ساخته خدا های، نوح نوحگر خدا های، موسی کلیم خدا های، پیغمبر میگه حبیب خدا های، همش عنوان دارن. ابراهیم میگه خود ساخته خدا های. آمد پیش مادرش گفت خدای تکیه، گفت پدرت، پیش پدرش آذر میره خدای تکیه، میگه بتو. از اونجا میبیاید محتاب خدا میگه که محتاب شب بشینه، آفتاب خدا میگه آفتاب شب میشینه، ستاره ها را خدا میگه ستاره ها نابود میشوند. میگه نه خدا باید نابود نشوه، خدا باید این نشوه. همین تا کوفته میره به خدا میرسه. ایروی کوفته به خدا رسیدن تمام بشر خدا میگه پیروی ابراهیم شوه. ابراهیم خودش خدا را کوفته یافت، نصیب کنه. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم حتی فرمودن که برای فرزنداتون عقیقه کنه. عقیقه فرزندای شما را از همون ضرر چکار میکنه؟ حفظ میکنه. این حق پدریه. در یک روایت دیگر فرمودن که حق فرزند در ذمه پدر 4 چیه؟ یکم ایحسن اسمه، نام نیکش مونه.
بچه ها رو نام خوشرو مونه. پیش امیرالمومنین حضرت عمر می بیاین امر میکنه که حضرت من این بچه من حرمت نمیکنه، بچه من رو میزنه، بچه من این میکنه و میپرسه که نامش چی موندی؟ بچه دست میبرداره میگه امیرالمومنین همین مود عظیمه اتومون حق داریم؟ میگه بله. میگه چی حقه؟ میگه که نامی نیک. میگه همین پدرم نامی مرا جعل مونده. جعل گفته اصلا خما گمبوسک میگیم. یک نوع قنغزکی هسته خما قنغز میگم یا گمبوسک میگه. میگه نامی من همین مونده، من مسخره میکنن. حضرت میگه نظر میکنه و میگه پیش ای آخ کردنی فرزندت خودت آخ شدی. چی با نامی بیزه میمونی بچه تا که مسخرش میکنن؟ یکم حق پدر و مادر همینه که فرزند نامی نیک مونیم. دویم حضرت در جواب گفت که فرزنداتون صاحب علم و دانش کنید. این حق پدری چهار چیزه. یکتش من عقیقه. الحمدلله دعا میکنیم که پروردگار همین عقیقه را برای ما فرهنگ گردونه، برای ما سنت گردونه، سنت اجدادی گردونه. هر یکی ما این سنت عملی کنیم تا اینکه فرزندامون از ضرر ابلیس و از ضرر جنها و از تمام بلا و آفتایی که بالای سر فرزند میبیا با واسطه این قربانی و با واسطه این گوشت عقیقه خدا برطرفش کنه. این خیر پروردگار قبول گردونه. از آفت و بلاها خداوند ما و شما را نگهبان باشه. عاقبت به خیر برای ما و شما خدا بیاره. هر آن نفرایی که در عالم قبر خوابن از این خاندان امید فاتحه دارن، خداوند جاشان جنت و گورشان پر نور گردانه. پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگن سیاتی علی امتی زمانون، یک روز در آینده فرا میرسه برای پیروای من که به حد اسلام در روی عذاب و امتحان میبیا، سنت من خار میشه. ای حضرت چیکار کنیم؟ گفت در وقت خار شدن سنت من شما اگر یک سنت من از زنده کنه اجر 100 شهید میگیره. در همین حالت خیلی سنت پیغمبر پامالای و جوان مردای هستن که با عقیقه میکنن، فرهنگ رسول اکرم زنده میکنن. اولین انسانی که در سینی 86 سالگیش خوش به تیشه دست توی سنتی کنده این بابامون ابراهیم هست. پیغمبر با خدا با پیغمبرش گپ میزنه که حبیب محمد صلی الله علیه و سلم لو ان اولکم و آخرکم، اول شما آخر شما، انس شما جین شما، دانشمند شما جاهل شما، دارنده شما فقیر شما، نیرومند شما به نیروی شما اگر جمع شوه یگان کس ریسک کم کرده نمیتونه، یگان کس ریسک زیاد کرده نمیتونه، یگان مخلوق خلق کرده نمیتونه و برای مخلوق اجل و هوا و عمر مقرر کرده نمیتونه. حبیب محمد صلی الله علیه و سلم بحر دیدگی هستی، اگر در داخل بحر یک سوزن پرتای مخلوق از همون سوزن بردار و تماشا کنه، چنقه بحر همون سوزن آوش جمع میکنه. گو هیچی، گو حالی مخلوقان هیچ رحمت منو نمیدونن، ولی هیچ را ندیدیم، ولی هیچ را نمیدونن. گوشانه که رحمت من ای غضبم بالا ای رحمتم خلق کردم. هر یک آدم دیجا ششتگیه این امضای خدا هست. هر آدمی رو روش نگاه میکنه امضای خدا رو به یاد بیاریم. من این دوست رو یکم امضای خدا بود خانیش ما آمد. هر کس امضای خدا رو حرمت نمیکنه و وای انسان نیست. هر یک ما مهر خداییم. برای هر یک ما حدیث امام طبرانی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودن ملائکه هست که وظیفه‌دار خلق آدم خلق میکنه، راست میکنه، زیر عرش خدا میرفته سجده میکرده، میگه پروردگارا نرینه خلقش کنم یا مدینه، بچهش خلق کنم یا دختر، امر میشه فلان نقطه رو همونجا در سجده کن، دیگر ملائکه میبیاره همون خطی که اون نره اومده. هر یکی ما با یک سجده خدا به دنیا اومدگیم، اما محیطی بعد، رفیقی بعد، اویلهی بعد، پدری بعد، مادری بعد، برنامهی بعد ما را از همون خدا دور میکنه. اینجا ده هیچ کس آیین خدا را گناهگار کرده نمیتونه. گناهگار محیط خمونه، گناهگار نفس خودمونه، گناهگار اختیار خودمونه،
در بین 18,000 عالم یگانه مخلوق آدمه که خدا برای او اختیار داده گیه، دیگر یگان چیز اختیار نداره. همه چیز در اساس گن، در اساس انمو غریزه، در اساس شهوات نفس خود زندگی میکنه، مگر آدم که خدا برای او اختیار داده. من اختیار داد ما خودمان اسلام برگزیدیم، الحمدلله مسلمانیم. امروز اما 2.5 میلیارد مسیحی هم و اختیار کردیم. امروز خود میدانه که 15 میلیون یهودی هست، 1 میلیارد زیاد قریب 2 میلیارد مقصد دیگه بودایی بود پرست هست، 1.5 میلیارد مسلمان هست. هر کس به اندازه دین خودش، به اندازه اختیار دینش انتخاب میکنه. برای همین در اساس انتخاب خودمان خدا در حق ما قضاوت میکنه. امروز خدا در حق ما قضاوت کرده که ما مسلمانیم، در عقیقه اشتراک کردیم. این بسیار نعمتی بزرگه، به اختیار خودمان. دین خدا مجبوری نیست. در یگان جای قرآن نیامده که پیغمبر مردم مجبوری جنت بیار. در یگان جای قرآن نیست که پیغمبر مردم مجبوری دوزخ بر. این بلوغش که رسمش نصیحتش که قبول کرد نور علا نور، قبول نکرد اصلا غم نشو، اصلا دلگیر نشو. من نیاوردم میگه این قرآن که تزیق شوید. من همینجا اومدیم عقیقه رو خوردیم، شیشتیم، راحت کردیم. اگر نیستیم ما به نماز هم باشیم خیالی کردیم که حکمت خدا کمبغل بشوه. اگر نیستیم ما پروای پیغمبر هم نداشته باشیم پیغمبر آبروش گم میشوه. اگر کل زمین خدا در حکمتش سرخم نکنه با چشم سر من حکمت خدا رو بینه. من با چشم سر دیدستم حکمت خدا را. اگر همه ما در اینجا نماز نخونیم، جمعه نخونیم، حکمت خدا را به چقدر آباده. حتی پیغمبر طایف میروان، پیغمبر ضرب و دشنام خودی ای طایف بیرون میکنم. خدا وعده میکنه که حبیبم اگر آدمو تو را حرمت نکنه، ایمان نبیارن، دعا که همش نیست میکنم، من برای تی جنها را وظیفه دار میکنم، دینی تو را پیش میبرم. ما نکردیم دیادا میکنم. کی میگفت که در این سرزمین ما روز میبیاییم عقیقه جشن میگیریم؟ کی میگفت را؟ این قلم تقدیر است. ولی بعد 50 سال ای پشت ما نسل بنیاد میشه که این سرزمین ها را به دین خدا آباد میکنم. پیغمبر طایف رفت، بعد از او گفتن طایف در حقش دعای بد کن. دیگر پیغمبرها در حق این طایف دعای حق مردمش دعای بد کردگیان. گفتن تو دعا نمیکنی که غمو دادن؟ گفت نه، من دعا میکنم که پروردگارا ای پشت مردم طایف مردمی رته که خدمت دین خدا را کنم. ای پشت و نسلای آمدن که اسلام بخارا آوردن. ای مردمی طایف مردمای آمدن، صحابه هایی که اسلام آوردن در بیابانای اروپا برده رساندن. برای همین ای پشت مالی نسلای به دنیا میبیا که در اسلام را خدمت میکنن. این همین جمعه ما شیشتیم. برای ما یکی از بزرگترین فرهنگ، این فرهنگ حضرت ابراهیم است. 10,000 سال پیش آمد این خانه را ساخت رفت. 10,000 سال ده شما میدانید چقدر امپراتورا نصف رفتن. ایوه چیزی باقی نمونده. اما از بابامون پدرمون ابراهیم انا این برای ما و شما فرهنگ زنده مانده. این مومنین خدا را بین در اطراف این ثروتمندم هست، فقیرم هست، دارندم هست، نادارم هست، بیمارم هست. حتی میدانه که پادشاه و سلطانهای دنیا در گردی میدوان گریه میکنن. این حکمت خدا هست. کلمت الله هی علیا. میگه سخن من خدا میگه در همه جا بلنده. برای همین ما بنده های خداییم، ما امت های رسول اکرمیم. امروز من از سنت پیغمبر امک زنده کرده. در بین ما هم مظلومی هست که با برکت او گناه های ما بخشیده می شود. در اینجا یک انسانی هست که شب بخاطر خدا گپ میزنه. در اینجا انسانی هست که شب طرف حکمت خدا دست می برداره. ما را نمیشناسیم. با واسطه برکت او الله جل و علا شانه در وجود ما، در شیشتن ما، در این معرکه ها فیض و فتوحات و برکت می‌دهد. 5 چیز طرف مادر میره برادرها. علماها در کتابا وصف میکنن 5 چیز طرف مادر میره: خون، موی، روی، اندام، علم و اخلاق یک جایه. این طرف مادر میره. من خصوصا منطقه های شما اصفهان و همون منطقه های مردمی کانی بادام خیلی مردمی با اخلاق میبینم. معلومه که همه کوچهای خوب داره. مادرای شما مادرای خوبن.
در دومن این خیلی مادر آدمای با اخلاق به دنیا آمدگی هست. هر کسی اخلاق داره باید بوی میشوه. این حدیث رسول اکرم است. شما گمان نکنه که نماز خوان بوی میشوه. شما گمان نکنه حج را بوی میشوه. پیغمبر گفت کسی با اخلاق و تمیز و تربیت های خدا در زندگی خاندان برکت میتیه. من همین مردمایی هستم و ما یگان گر در دین نزدیکی ندارن و یک پیغمبری ما دا باور ندارن، ای روی اخلاق و تربیه و تمیز انسانی بینه کشوراشون چقدر پیش رفته. کشورها پیش رفته، اما مردمایی هستن نماز میدونن، قرآن میدونن، سنت میدونن، همه چیز میدونن، اما تمیز و اخلاق و تربیت ندارن. بینه که خودشان قدی همون منطقه هاشون خار و ذلیلن.